این لباس ها از طرف جناب سلطان به رعیت بخشنده اهدا می شود. چه عجب، بالاخره رعیت رو تحویل گرفتن. اما نشان عالی بخشندگی به بابا سلطان اهدا می شود. آخه چرا؟ محض آرا دیوونه. جناب سلطانا، بخشنده ترین آدم این مملکت شمایین. منم از کارتون درس گرفتم و از همین امروز صبح با رعیت مهربونی کردم. یعنی چی کار کردی؟ الان خودش میگه. امروز جناب داروغه لطف کردن و منو مثل عادت هر روز صبحشون سیلی نزدن. آفرین. فقط همین؟ یه دفعه تصمیم گرفت تو رو نزنه؟ جناب داروغه لطف کردن و گفتن به جای سیلی روزانه روزی یه سکه بهشون بدم. وظیفه رعیت بود که بخشندگی منو با یک سکه جبران کنه. خاک. ببین رعیت، هر بلایی میخوان سرت میارن تا هم ساکتی. تو چرا رعیتو به اغتشاش تحریک میکنه دیوونه؟ تا وقتی جناب سلطانا بخشنده ترین آدم این مملکت هستن منو به کسی اعتراض نمیکنه. چرا؟ دیشب تصمیم گرفتم خودم از احوال مردم با خبر بشم. برای همین با لباس مبدل به میدان شهر رفتم. به احسنت به سلطان ما. برای همین لباس ما کم بود و از سرما شروع کردیم به لرزیدن. خب بعدش؟ این رعیت ما را دید ولی نشناخت. آمد و لباسی به ما داد تا گرم شویم. قابل جناب سلطانو نداشت. اما یک لباس برای ما کم بود. برای همین رعیت لباس خودش را از تن در آورد و به تن ما کرد. احسنت به این بخشندگی. چی و احسنت؟ کاش میذاش از سرما تلف بشه. سلطان بابا هم بخشندگی رعیت رو 2 برابر جبران کردن. برای همین بخشنده ترین آدم این مملکت هستن. این همش نمایشه. قطعا شعافه. جناب سلطانا اجازه بدین من همچین بزنم تو گوشش که دندونش بریزه به دهنش. دار و ندار رعیت همون 2 تیکه لباس بود و همه زندگیشو به سلطان داد. ولی 4 دست لباس یه تیکه کوچولو از ثروت سلطانه. به خاطر همین بخشنده ترین آدم مملکت رعیته، نه سلطان. خداوند در قرآن مجید می‌فرماید هرگز به نیکی نرسید مگر از چیزی که دوست دارید انفاق کنید.